سلام بیننده گرامی، برنامه اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان منظور شماست. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز پنجشنبه 29 اکتبر. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. مقامات میگویند در حمله با کارد به کلیسای در فرانسه 2 نفر کشته شدند. حمله را عملی تروریستی می‌دانند. خورشید دولتبیکوف، جوانی که از پای روان و زبان برا محروم است، خرج خود و والدان پیرش را مستقلانه پیدا می کند. فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شدم که من فکر نکنم که من معیوبم. من خودم فکر نمیکنم که این معیوبه. علی رغم عادت و باورها، در ناحیه فرخار در تاجیکستان دختران با دوچرخه به درس می روند. ما هر روز به مکتب با دوچرخه می‌رویم برای آنکه به سری وقت به مکتب اومده از درس‌های دیر نمونده و به سری وقت خانه برویم. برنامه را با خبر عاجل آغاز می‌کنیم. حمله‌ور مسلح با کار در کلیسای شهر نیس فرانسه 2 نفر را کشته است. به گفته پلیس یکی از قربانیان حمله زن است که سرش از تن جدا کرده شده است. دادستانی فرانسه تفتیش حادثه را همچون عملی تروریستی آغاز کرد. کریستیان استرازی، رئیس شهر، در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که حمله با کارد در کلیسای نوتردام شهر صورت گرفته است. پلیس حمله‌ور را دستگیر کرده است و او حالا در بیمارخانه قرار دارد. استرازی به خبرنگاران گفت که حمله‌ور پس از بازداشت شدن از سوی پلیس هم الله اکبر ندا می‌کرد. امانوئل ماکرون، پرزیدنت فرانسه، گفته است که امروز به شهر نیس می‌رود. از این پیشتر در فرانسه یک جوانی چچن تبار یک معلم را برای نشان دادن کاریکاتورای پیامبر اسلام هنگام درس در مکتب سر برید. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که باید پیش راه اسلامگرایی تندرو را گرفت. اظهارات او واکنش گسترده را در میان کشورهای مسلمانی به بار آورد. سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، روز 29 اکتبر به بحث‌های گسترده درباره کاریکاتورای پیامبر اسلام و واکنش‌ها به اظهارات امانوئل ماکرون درباره پیشگیری از تندگرایی اسلامی در کشورش در صحبت کوتاه با رادیو آزادی چنین گفت: فرض کردیم یک شهروند فرانسوی اگر کدام کاری ناشایسته کرد، البته ملت فرانسوز رو، یعنی ملت پست یا که ملت بعد یا ملت هر چیزی گفتن، این از روی فطرت سالم انسانی نیست. این نه موافق دین، نه اخلاق انسانی، نه فطرت انسانی، نه واقعیت حقیقت هیچ ممکن نیست که چنین بگیرن. عیناً به مانند همین، حالا اگر یک مسلمان یک کاری بدی انجام داد، خونریزی و خشونت و بیرحمی و ظلم و ستم رو بدین نسبت دادن، این بسیار از انصاف بیرون است. یک جوان 39 ساله ساکن شهر دوشنبه که از پای روان و زبان برا محروم است، والدان پیر خود را تامین می کند. خورشید دولتبیکوف که در نزدیکی مرکز سودای صدبرگ دکان دارد، به گفته مادرش یک مرد مستقل و توانمند است. همکارم سروینازی روح‌الله و براد یوسفی یک روز با خورشید بودند. خورشید 39 ساله هیچگاه پای روان، دستگیرا و زبان گویا نداشت. اما عقل رسایش او را از محتاجی و دستنگری رهانده است. خورشید هرگز منتظر 180 سومانی نفقه معلولی نمی نشیند. تجارت خود را دارد. اول که کلو سودو میکنم میگن سره داو با بند سره اولی بودکن ها بدالی ناو کسیشی دون دو دکشن مشتریان مالهای دکانچه او اساساً مکتبچه هاست. هر روز از 50 تا 100 سومانی مالش را می فروشد. قسمی از درآمدش را برای گردش و قسمت دیگر را برای پیشبرد روزگار خرج می کند. خورشید حالا یگانه فرزند و سرابان پدر و مادر پیرش است. 2 برادر دیگری او در سن جوانی ففتیدند و کمک خورشید به 2 برادرزاده بی پدرش نیز می رسد. فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شدم که من فکر نکنم که من معیوبم. من خودم فکر نمیکنم که این معیوبه.
آدما فکر میکنن که این دست و پاش نه که این عقلش آدمایی که دانات اگر این عقلا دستش کار میکرد ما باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد. خورشید خوشنودی والدان و نزدیکانش را مهمتر از صحتی خود میداند. نمیخواهد خود را باری گران بدوشی آنها ببیند. همین داشت ما روزی تولد خودم یاد میبرایم. روزی تولدی هم باباش میدونه هم من میدونه همون کار میکنه که همون روزی تولدی مده یگان چیز یا که مده پول میته که اوچه ما همین خود یگان چیز بخر. خورشید مثل دیگر معلولان در کوچه و بازار طلبندگی نمی کند. حتی نفری هم خواهد به او چیزی کمک کند قبول ندارد. میره صدبرگ آمدن یا شیر میگیره یا یگان کمبودی خوجه گیره. این آچش قطعی سویز داره میپرسه اول چی نمیرسه بو گرفته اومده است یاردن میکنه. اطرافیان خورشید را نمودی از شکست ناپذیری میدانند. او در کودکی هوس تاجر شدن را داشت. حالا میخواهد این آرزو را عملی کند. روز دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود. اما حالا برای رسیدن به این آرزو تلاش دریافت عربچه خودکاری معیوبی را دارد که حرکتی بی‌منت داشته باشد. حکومت شهر پنجکند نیت دارد 2 بینای نوساخت ساکنان دهه مرغدر را ویران کند. مقامات میگویند که خانه‌ها غیر قانونی ساخته شدند. مطربه خوجا و ساکنی دهه که ممکن است خانه‌اش را ویران کنند میخواهد یا خرج او را جبران کنند یا در جای دیگری زمین بدهند. تقسیم زمین برای خانه‌سازی در تاجیکستان سالهاست یک مشکل داغ باقی میماند. فرزان محمدی از پنجکند گزارش میدهد. یک پسرش خودش کرده، یک پسر خانوش ارمی خدمت کرده اومد. مطربه خوجوه ساکن شهر پنجکند هرچند سال 1999 به گرفتن زمین نزد حولگی عریضه داده بود، ولی بعد آنکه پسرش سال 2016 داوطلبانه به عسکری رفت، مسئولان وعده جدا کردن قطعه زمین را دادند. سندانو گفتن که خدمت کرده بیا گفتم و تو مثال زمین نزد حولگی جدا کردیم. قرار رئیس شهر برومد. او از اول سال 2019 در اطراف خواجگی دهقانی کاشانه دهه مرغدر صاحب 6 ساتق زمین نزد حولگی گردید و ماه اپریل همان سال به ساختمان آن شروع کرد. ولی ماه ایون سال 2019 ناظران زمین تقسیم کنی قرار رئیس شهر را بیکار کردند و ساختمان آن را باز داشتند. 60,000 سامان جمع کرده. من 5 در خانه یک کلیدار ساختم. من دیگر بودجه ندارم که از نو همین کار تکرار کنم. یا اجازه میتیم همین ساختمان دوام تیم یا بیادو مثال ویران میکنن می دیگه جا میتیم می همین رازخوت منی یافته میتیم. روشنبک کنجایف نیز با 3 کودک و همسرش در همسایگی مطربه خوجوه به مبلغ بیش از 80,000 سامان عمارت ساخته، ولی با بهانه آنکه زمین عمارت کردهش کشاورزی است اجازه تعمیر نگرفته است. سوت بهم دادیم، بله شهر بهم رفتیم، پراکتور رو بهم نوشتیم، عرض جواب که گردوندوس باگه بیا فردا بیا. بحث سر 2 گکتار و 70 ساتق زمین در حدود دهه مرغدر شهر پنجکند می رود که به گفته آنها در خریطه زمین سازی تاجیکستان همچون زمین غیر کشاورزی نوشته شده است و باید به 24 نفر احتیاجمندان زمین نزد حولگی داده شود. مجیب الله میرزایف سابق زمینساز جماعت رودکی که در زمان مسئول بودنش به این اهالی زمین ها را تقسیم کرده است میگوید این زمین ها با امضای پرزیدنت همچون زمین های غیر کشاورزی در خریطه نشان داده شده است، ولی مسئولان محلی میگویند این زمین آبی است. ولی او میگوید اگر چنین باشد پس چرا حکومت شهر به اهالی طبق قرار زمین جدا کرده است؟ پرونده زمینسازی هست، توپیاسیون که هست، قرار رئیس شهر هست، گیم پلن دولتی هست. سود شهر پنجکند من گناهکار دونسته 51,000 سوم اشتراف و 2 سال از کار آزاد کرد منه. در کدام اساس من نمیدونم. این منصبدار سابق برای اثبات بیگناهیش به زینه‌های بالایی مقامات سودی و حکومتی بارها مراجعت کرده خواهان برقرار کردن عدالت و بیخانه نماندن ساکنان محلی شده است، ولی عرضهایش بی نتیجه ماندند. از 143,000 کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است
از این رو مسئله تأمین ساکنان با زمین نزد حولگی، منزل و زمین کارم از مشکلات رقم اول محسوب می‌یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه پنجکند. در ملاوی، یکی از کشورهای افریقا که بیشتر از نصف مردمش فقیر و بینوا هستند، بیماری کووید 19 بلای دیگری به سر این مردم آورد. با سبب کمتر شدن امکانات برای کار و پیدا کردن روزی، ساکنان بعضی از روستاها به شکار و فروش گوشت موش آغاز کردند. گزارش را در این باره همراه می‌بینیم. در ملاوی موشی تفت داده شده یکی از خوراک‌های خوشمزه به حساب می‌رود. فروشندگانش اساساً آن را در کنار شهرهای می‌فروشند که شهری تجارتی بلندتر و پایتخت لیلونگوی را به هم می‌پیوندد. برنارد سیمیون موش شکار می‌کند. در عهد پاندمی کرونا ویروس تجارتش اهمیتی بیشتر پیدا کرد. بعد ظهور کووید 19 زندگی سخت شد. در نتیجه ما به شکار و فروش موش رو آوردیم که روزمان گذرد. اساساً بچه‌های روستا موش می‌دارند، آنها را با دود از لانه‌هایشان بیرون می‌آورند. بعداً می‌پزند، نمک می‌زنند و یا خشک می‌کنند. بعضی از ساکنان ملاوی احیانا موش می‌خورند، ولی برای عائله سیمیون گوشت موش یگانه گوشتی دسترس است. بسیار وقت ما فقط از حساب شوهرم زندگی می‌کنیم اگر کار کند، اما وقتی زندگی سخت می‌شود روزمان به گوشت موش می‌ماند، چون پول برای خریدن گوشت دیگر نداریم. تا رسیدن کرونا ویروس 50% اهالی ملاوی بینوا بود. تا حال در کشور 6000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند، اما اقتصاد و مردم عذاب بیشتر میکشند. اگر کرونا ویروس نابود هم بشود، شاید گوشت موش همچنان یک خوراک مهم این مردم میماند. یک گروه از دختران خوانندگان مکتب رقمی 2 در ناحیه فرخار با دوچرخه به مکتب می‌آیند. در جامعه سنتی تاجیکستان دوچرخه سواری دختران رایج نیست، ولی خوانندگان فرخاری میگویند برای آنها افکار دیگران مهم نیست. مهم آن است که راه دوری مکتب را زود پس سر می‌کنند و سری وقت به درس حاضر می‌شوند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. هر صبح حولی مکتب رقم دی ناحیه فرخار همین گونه پر از دوچرخه ها می شود. مکتب در کنار شهرک جایگیر است و دوری را پسران و حتی دختران را دوچرخه سوار کرده است. صحنه‌ای که در دیگر منطقه ها هنوز کم دیده می شود، چون دختران از نگاه های کج خجالت می کشند. سومن سلیمانова و بیبی مریم رجبova هر صبح از خانه به مکتب با دوچرخه می آیند. مجبور شدند دوچرخه سواری را آموزند. ما هر روز به مکتب به دوچرخه می‌آییم برای آنکه به سری وقت به مکتب آمده از درس‌هایمان دیر نمانده و به سری وقت خانه برویم. سومن سلیمانова خواننده صنف 7 است. 3 سال پیش این دختر راندن دوچرخه را آموخته است. به این وسیله راهش را به مکتب نزدیک کرده است. بیبی مریم رجبova میگوید با پای پیاده 3 کیلومتر راه را تا مکتب طی می‌کرد. این پیاده روی ها و به درس دیر ماندن رجبova را وادار کرده است که مثل پسران راندن دوچرخه را آموزد. دوچرخه میایم که به همین درس اسپید کنم. اگر به این دوچرخه نیایم به درس دیر میمونم. به این دوچرخه میایم که سر وقت مکتب بیایم و سر وقت خانه بروم. دختران میگویند در اول برایشان میان پسران راندن دوچرخه مشکل بود، چون میگفتند دوچرخه رانی کاری دختر نیست. حالا باشد عادت کرده اند و دوچرخه رانی آنها در نزد کسی غیر عادی نیست. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان می رسد. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.